در نیمه دوم سال 2020 گوگل آنالیتیکس 4 معرفی شد که قبلا به عنوان وب اپ یا اپ پلاس وب معرفی میشد، ولی در حال حاضر به عنوان گزینه پیش‌فرض برای نصب گوگل آنالیتیکس روی وبسایت قرار گرفته. خب با معرفی آنالیتیکس 4 سوالات زیادی به وجود می اومد که برخی از این سوالا این بود که ما که داریم از نسخه قدیمی استفاده میکنیم آیا نیازه که به GA4 بریم و اصلا این مهاجرت درسته و اصلا اطلاعات قدیمی اون چی میشه و اصلا چجوری میتونیم حالا به روز رسانیش رو انجام بدیم و چجوری میتونیم GA4 رو روی سایت خودمون نصبش بکنیم و از این نمونه سوالا که به همین خاطر لازم دونستیم که یه ویدیو ایجاد بکنیم و در رابطه با تک تک این سوالا صحبت بکنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید تا به این سوالا پاسخ بدیم و همطور سوالای دیگه که حالا تو این زمینه هستم در رابطه‌اش صحبت بکنیم و توضیح بدیم. سلام به دوستان عزیز، من احسان موسوی هستم، عضو تیم بازاریاب وب و قصد دارم حالا تو این ویدیو در رابطه با آنالیتیکس 4 صحبت بکنم. اگر میخواین که حالا اطلاعات بیشتری در رابطه با آنالیتیکس و تگ منیجر داشته باشید کافیه که به سایت ما با آدرس bazariyabweb.com مراجعه بکنید تا اونجا اطلاعات بیشتری رو تو این زمینه داشته باشید و همینطور میتونید حالا تو کانال آپارات و یوتیوب بازاریاب وب هم ما رو دنبال بکنید تا اونجا هم اطلاعات مفید تو این زمینه به دست بیارید. خب برمیگردیم به بحثی که شروع کردیم. بعد از اینکه آنالیتیکس 4 معرفی شد خیلی سوالای زیادی به وجود اومد تو سطح وب که آقا چیکار کنیم، الان این به وجود اومده اطلاعات قبلیمون چی میشه، اصلا ما با اون دیتا داشتیم خیلی کارا میکردیم، الان با این دیتا جدید چجوری اصلا میتونیم کار بکنیم و اصلا حالا دیتا قبلیامون چه اتفاقی واسهشون میفته و از این مدل حرفا. و خود آنالیتیکس 4 هم سیستمش یه جوری بود که اصلا همه گیج شدن، یعنی کسایی که حالا داشتن از طریق پیج ویو کار میکردن و با آنالیتیکس قبلیه داشتن کار میکردن که حالا من مخففش رو به کار میبرم تو این ویدیو، هم یونیورسال آنالیتیکس که حالا به عنوان یو ای من به کارش میبرم و هر جا دیدی تو این فیلم گفتم یو ای همون یونیورسال آنالیتیکس. و خب احتمالاً کسایی که داشتن در رابطه با این مسائل حالا چه تو یوتیوب چه حالا سایت های مختلف صحبت میکردن هیچ تصوری از این موضوع نداشتن و در مورد چیزی که داشتن در موردش صحبت میکردن احتمالاً چیز زیادی نمیدونستن. و برای اینکه جواب این سوالا رو بهتر متوجه شید کافیه یه بررسی بکنیم در رابطه با روند ایجاد آنالیتیکس تا بهتر متوجه بشی و جواب این سوالا رو به دست بیاری. ببین وقتی اورچین اومد تو سال 2005 اولین نسخه آنالیتیکس داد، بعدش اومد آنالیتیکس کلاسیک به وجود اومد و آخر سال 2012 آنالیتیکس کلاسیک هم کارش تموم شد و بعد از اون زمان یونیورسال آنالیتیکس اومد جاشو گرفت که حالا تو سال 2020 اومده آنالیتیکس 4 اومده جای یونیورسال آنالیتیکس رو گرفته. ولی خب تو این شرایط شما باید چند تا نکته در نظر داشته باشید تا متوجه بشید که هیچ وقت همچین اتفاقی که حالا خیلی اومدن تو فضای وب در موردش صحبت کردن نمیفته. اولین موضوع اینه که تقریبا نزدیک 14 میلیون وبسایت یونیورسال آنالیتیکس رو خودشون نصب دارن و خب اگه این دیتا پاک بشه خب عملا 14 میلیون تا کاربر ناراضی به وجود میاد که خب هیچ وقت گوگل نمیخواد همچین اتفاقی بیفته و هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه. و از این جهت خیالتون راحت باشه که اون دیتاهای قبلی شما هست و ادامه پیدا میکنه و اون دیتاها ذخیره هم میشه. و فقط برای جواب دادن این سوال و مطمئن شدن از این سوال کافیه که ورژن قبلی رو ببینید. وقتی که سال 2012 آنالیتیکس کلاسیک از بین رفت دیتای این ابزار همچنان ذخیره شد و ادامه پیدا کرد ذخیره این ابزار و حتی الان روی سری وبسایت هایی که خیلی قدیمی هستن هم حتی شما شاید بتونید این گوگل آنالیتیکس قدیمی رو پیدا بکنید و همچنان هم داره اون اطلاعات رو داره ذخیره میکنه. حالا داره پیشنهاد میده که آقا بیا آپگرید کن، بیا روی فرضاً یو ای، یا الان که خب الان داره میگه که آپگرید کن
کن بیاره روی GA4، ولی اون دیتا قبلی همچنان داره. اگر کسی هم آپگرید نکرده باشه داره روی کلاسیک آنالیتیکس داره ذخیره میکنه و رو سرورش داره ذخیره میکنه، هیچ مشکلی هم روی موضوع نداره. و خب اگر این روند رو شما در نظر داشته باشید مطمئن میشید که قطعا دیتای شما از بین نخواهد رفت و دیتای شما روی همون یو ای شما هم ذخیره میشه و ادامه پیدا میکنه ذخیره این دیتا و خب شما میتونید در کنارش از این موضوع هم استفاده کنید. پس کافیه که یه نفس عمیق بکشید و اصلا نگران این نباشید که دیتای شما احتمال داره پاک بشه و یا اینکه توی دریافت اطلاعات جدیدتون و داده‌های جدیدتون شما به مشکلی بخورید و اصلا نگران این موضوع نباشید. و حتی توی یه سری موارد هم از ما میخواد که یو ای مون رو نگهداری کنیم و داشته باشیمش و حالا در کنارش بیایم از آنالیتیکس 4 استفاده کنیم. و حتی یه جاهایی هم در رابطه با این موضوع صحبت کرده و گفته که حالا فعلا به عنوان یه ویژگی جدید حتی ببینیدش و ازش استفاده بکنید تا در ادامه حالا توی یه سال آینده 2 سال آینده خیلی فیچرهای جدیدی بهش اضافه بشه و کامل بشه و بتونید دیگه کاملا از اون موضوع استفاده بکنید. ولی خب مسئله دیگه ای که هست اینه که شما باید با این ابزار شروع کنید کار کردن و حالا با قسمت‌های مختلفش آشنا بشید و ازش شروع کنید استفاده کردن، به خاطر اینکه الان به صورت دیفالت اومده برای اینکه حالا اکانت جدیدی بسازید میره رو GA4 و اصلا دیفالتش رو دیگه گذاشته GA4 و شما دیگه باید از این ابزار استفاده بکنید برای سایت هاتون و همینجوری هم داره آپدیت میده دیگه، یعنی تقریبا هر هفته داره یه آپدیت جدیدی میده. خب داره به روز رسانی‌های جدید میده که خب قسمت‌های مختلف رو داره بهش اضافه میکنه و قطعاً این ابزار توی 1 سال آینده ابزار مفیدتری برای وبسایت و اپلیکیشنتون هستش و میتونید از این ابزار دیگه استفاده بکنید. و خب هر چقدر سریعتر بیاین و دیتاتون رو بیارید اینور و از این ابزار استفاده بکنید برای خودتون بهتر هستش. ولی میگم بازم دارم تاکید میکنم، حالا در ادامه هم براتون توضیح میدم این موضوع رو که به هیچ عنوان با نصب GA4 روی وبسایتتون یونیورسال آنالیتیکستون پاک نمیشه و ذخیره سازی اطلاعات روی یونیورسال آنالیتیکستون هم متوقف نمیشه به هیچ عنوان و فقط با آپگرید کردنش این هم کنار یونیورسال آنالیتیکستون دارید و میتونید از این ابزار هم استفاده بکنید.